برای محافظت از شر شیاطین و دور شدن از وسوسه ها و آزار و اذیت شیطان ها در هنگام خواب و رسیدن به آرامش و برکت این کار را انجام بدهید که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند. مادرمان بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به بستر خوابشان میرفتند این عمل را انجام میدادند. دستان مبارک را جمع میکردند و بعدا سوره مبارکه اخلاص، سوره مبارکه قل اعوذ برب الفلق، سوره مبارکه قل اعوذ برب الناس، سوره هایی که همه من و شما حفظ هستیم میخواندن و بعدا به دستانشان دم میکردن و به سر صورتشان مسح میکردن. بعد از مسح کردن به سر صورت به تمام بدنشان تا جایی که دستانشان میرسید مسح میکردن. این گونه تمام بدنشان تا جایی که دستان مبارک میرسیدن و این عمل را 3 بار تکرار میکردن و بعدا میخوابیدن. اگر دوست دارین که از شر شیاطین محفوظ باشین، نترسین در خوابایتان، حتما این عمل مبارک را انجام بدین و برای کودکانتان هم دستانتان را مسح بکنید. السلام علیکم و رحمت الله.